خوبی؟ خوبم خوش آمدی رهبر دری. درود بر شما، درود بر ایرانیان، درود بر همه ملت ایران. خدا انشالله که در دل شما آرامش و خوشنودی و شادی رو انشالله همیشه نازل کنید. در سایه شما انشالله فرزندتون رو با اولیاءش محشور کنید. خب شما حالتون خوبه خانم؟ خوبم. الان شما را دیدم خوشحال شدم. این خونه این کوچیک، کلبه کوچیک پر شده. خدا انشالله حفظ. من خیلی خوشحال شدم از آقا که شما تشریف آوردین خونه من. الحمدلله. چند سال من مشتاق بودم که شما بیایید. به همه میگفتم بابا رهبر مال منم هست، مگه من مسلمان هست. این رهبر برای همه است. میخواستم ببینمش. خوب کردی. خب به همه میگفتم. این حاج آقام بهش گفتم این حرف منو. بله. ما از اینکه دیر شما رو زیارت کردیم، دیر آمدیم، از شما عذرخواهی. خواهش میکنم. من کارم زیاده، گرفتاریم زیاده، خدا عمرت بده. میرم به خانواده‌های شهدا. خب شهدا هم الحمدلله زیادن. حالا ایام کریسمسه، اگرچه شما کریسمستون 10 روز دیگه است. شما حسنی هستید. آشوری هستیم. ما آشوری هستید. خرامنده 10 روز. خرامنده 10 روز. شما همین 25 دسامبر. پس امشب شب عید. بله شب عید. چه شبی آمدین؟ رهبر خونه ای من کوچیکتم. من کوچیکتر از اونم که شما تشریف بیای خونه من. بفهم تا چه از این کیک خونگیه نمیخواد. چرا؟